سوهای معارف ما وقتی که سوهای معارف میگه از دوره همین کودکستان آغاز می‌یابد تا دوره همان دانشگاه عالی کسبی و دیگر شهروندان جمهوری تاجیکستان را اگر بین‌الملل گیریم قریب زیاده از 2,300,000 نفر رو فرا میگیرد همین خودی سوهای معارف این یک حالت دویم حالت همه که تمام آموزگاران 300,000 نفر رو تشکیل میدن در هستمان 300,000 نفر و از این خاطر شماره کارمندان و مسئولان و اشتراکچیان و اونایی که مثلا رفت دارن با همین سوهای معارف از بچه بچگانه آغاز کردگی تبریک گفتن تا بالا اونا زیادن شمارشان و از این خاطر شماره وقتی که زیاد دارن جنایت هم در آنها زیاد صادر کرده میشه. اما باز دیوار دیگر مثال میگم همون وزارت صنعت تکنولوژی نوین همین 85 نفر کارمند دارند. در زیرساختار عموما کارمند ندارد، تابع ندارد، لیکن همچون وزارت هست. وزارت معارف اگر حساب کنیم که چقدر مثلا میگیم اونا وای دارند. و از این خاطر به نظر چنین می‌نماید که گویا سوهای معارف در جمهوری تاجیکستان به همین مثلا این بهایی ریالی واقعی ما میگیم که گویا زیاد شده. اگر یک همین مرکز تستی که تأسیس داده شد مثلا باور کنید در سوهای معارف 60% جنایت‌های پس کرد جنایت‌های کرپسیون و دیگر حالت‌هایی که میشه بعضا احیان جنایت‌هایی که در سوهای معارف صادر کرده میشه اساساً با انتقال دانشجویان اونهایی که باور میکنن مردم که به مرکز تستی قبول میکنن شهرونده همین حالت‌ها جنایت‌های کرپسیونی همین حالت‌ها در سوهای معارف زیاد است. برای پیشگیری کردن این حالت‌ها از جانب اگنتی تمام چاره‌ها اندیشیده شده است. گزارنده تعریف و تجربه ضد کرپسیون در سوهای معارف بسیارتر بر نقشه گرفته شده است، لیکن تعریف میگن کاری همین پیشگیری کرپسیون کاری هم باید باشد و زیادیان که از پیش هستن برای همین من خواهش میکنم سوهای معارف سوهای فساد زده گفته فکر نکنیم از این خاطر حساباتش اگر گیریم شما را خدیم 147 عدد جنایت از اون خودکشی صادر کرده شده که در سوهای معارف این اگر نظر به دیگر سوها ها بگیریم سوهایی که مثلا باید شمارشان کم است نهایت هست معمولا کدوم جنایت های هم در همین سوهای معارف؟ معمولا جنایت قلابی است قلابی اساسا قلابی از کدوم خاطر از اون خاطره که این میگوید مثلا انتقال دانشجو از این دانشجوی مؤسسه تعلیم به مؤسسه تعلیم میگذارن میگه مبلغ پولی میگیرن لیکن مثلا نمیتونه ممکن نیست قانون از ترتیب است از این خاطر دست نمیگیرن یا هستن حالت‌هایی که مرکز ملی تستی رو میگن و داخل میکنن برای که مرکز ملی تستی برای داخل کردن اگر شهروندان جمهوری تاجیکستان ترتیب کاری مرکز تستی دارن که 5 در هست و هر 5 در یک مقامات الواحده نمایندگیش میایستد و آخرون در مرکز تستی است هیچ کس مبلغ پولی پیشنهاد نمیگیرد این عرض ادمنستری مکتب میانه هم داره بگم مکتب میانه حالت‌هایی که هستن مثلا البته پروتکل‌ها ترتیب میدن پروتکل‌ها ترتیب نه از جانب برای بیان روزگی قدر مدت که باشه اما روزی که قدر مدت که پروتکل ترتیب میدن حالت هم میشه برای مبلغ جمع‌آوری کردن هست حالت‌های اصلا میشه در روزگی در مکتب پول جمع کنی ها برای نه اتستاد رو میفروشن مثلا دیگر میفروشن حالت‌های هست با هم گفتم که از این مؤسسه به این مؤسسه گذاردن هست همین حالت‌ها اساسا همین حالت‌ها در بسیاری موجود. تشکر.